الو، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گلمای انصاری، اینقدر دلم تنگ که دوست داشتم حضوری باهاتون حرف بزنم. هرچی شما شماره رو میگید اعلام میکنه زیر نویسین، من زنگ میزنم بوق اشغال میکنه، بعد دوباره میخوام بگیرم میگه دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. این معلومه که نمیذارم ما ارتباط داشته باشیم با شما، اما به هر حال مجبورم که پیام بذارم. میخواستم بهتون بگم از زحمات شما واقعا ممنونم، چون شما الان کاری میکنی که اصحاب رسول الله میکردن. نترس هستید، شجاع هستید و باسواد و با درایت. خیلی ممنون که این همه برنامه‌های زیبا و خوب و عالی میذارید. و من یه چیزی بگم، خودم دبیر اخراجی بودم، الان 24 ساله. در آوارگی در بدبختی دارم زندگی کنم، با تمام فقری که دارم، با تمام نداری، مریضی که ندارم، با شرمندگی که از زن و بچم دارم. هیچی واسه مهم نیست، چون به رحمت خداوند امیدوارم. اما هیچ چیزی تو این دنیا به اندازه این منو خوشحال نمیکنه وقتی یه نفر به شما زنگ میزنه و شهادتین رو بر زبان میاره. واقعا خوشحال میشم و بارها با عشقم گریه میکنم. خدای شکر یک نفر دیگه موحد شد. آرزوی من اینه که اون شکوه و عظمت اسلام، درصد اسلام که ما داشتیم، اون اباحتی که داشتیم، اون دوباره زنده بشه. به این برادران شیعه توصیه میکنن که بره همون اسبات الحمار یا اون بهار الانوار رو بخونن. ماهیت این مذهب واسه مشخص میشه. به خدا قسم خداوند راه راست به ما نشون داده، قرآن هدایت به ما داده، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما داده. از همینا پیروی کنی به جز بهش چیزی به ما نمیده. خداوند خیلی مهربانه، بسیار مهربانه. ما باید به اون اعتماد بکنیم، حسن زن داشته باشیم. بسته. چقدر این عقاید شرکی، چقدر این خداوند میخواد به کجا برسید. با هر کسی میخوای جنگ بکنی بکنی، اما با خداوند نمیشه جنگ کرد. با خدا دوست باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. علی اسمد رشید. سلام، آیسه مجیدی هستم. ببخشید این چند وقت نمیتونم زنگ بزنم چون که گوشیمو شکوندن و سیم کارتم ازم گرفتن. خیلی ممنون از برنامه قشنگتون. هر پنجشنبه منو شاد میکنید، خیلی ممنون. و به آقای عبدالرحمن فاتح هم بگید نگران نباشید، من حتما برنامه قشنگ زیباتون رو نگاه میکنم. خیلی هم تشکر از برنامه قشنگ و زیبات. خداحافظ. برام دعا کنید.